بریم اینجا کار دارم. آقا ما قلعه رو فتح کردیم. اینجا هم که میبینید زندان قلعه است. ما داخلش هم میریم ببینم چه خبره. یه خرس داره اینجا خوابیده. اینجا کلا کار دست اطراف قلعه رو بهتون نشون میدیم که در جریان باشید. خب ما اومدیم تقریبا نوک قلعه، روستاهای اطراف قلعه. همینطور که میبینید این تنگه خیلی سهل العبوره، ارتفاع بسیار بالا. از اون برم خب اینجا هم دیگه نوک قله رسیدیم. حدودا ارتفاع چند متر؟ 700 پاییه. 700 پایی رود دانوب. و همینطور که میبینید مزارع کشاورزی رو میبینید، تاکستان‌های انگور. تاکستان‌های انگور که اینا همش میشه کشمش. نه کشمش، البته کشمش صادر میشه به ایران. اوش هم میخورن. اوش هم بعضی وقتا سر میکشن. به قول عمو حسن هم میبینید. من هی محمد جواد میاد زنم. همون محمد جواد. خب اینم رود دانوب و فعلا خدا نگهدارتون.